کتاب ساعت شنی عشق، اشعار محسن نرگس زاده، شعر رادمرد. کی نماید پس ظهور آن رادمرد، قولش آن که قول بادان یک فرد. وعده های او نمی بادا دروغ، چهر او بادا مشعشع پرفروغ. با اصالت باد قادر در عمل، خلف وعده نی کند با چون دغل. طالب نی جاه بادا سیم و زر، جان مردم افکند نی در خطر. ظالمان آنکه ز تخت آرد به زیر، آورد مظلوم ها را او امیر. جمله طراران نماید قال و غم، حرف حق آرد قبول از خرد و جمع. فقر و حرمان و فساد آرد عدم، از نشاند او به دلها جای غم. سفره ها رنگین نماید از نعم، با صلابت آنکه بادا با جنم. بخشد آزادی به مردم در عیان، چون به ادیان خدا اندر جهان. آورد اتمام او جنگ و ستیز، بی گناهان تا نگردن خرد و ریز. صلح و آرامش بیارد در حیات، امنیت برپا کند او با ثبات. اختلاس او نماید تار و مار، روزگار برد را آرد بهار. غاصبان را آورد نابود و خرد، حق ستاند از چو هر ظالم که برد. معضل فقر آرد از بنیان علاج، بر بقا تا یک نیارد خود حراج. آورد او خشکسالی ریشه کن، مملو از گلشن کند هر سان دمن. او ز بنیان برکند فسق و فجور، این ربا از بین برد هم هر شرور. چون به محشر معتقد باد هم خدا، زین سبب حاشا نمی آرد جفا. عدل و انصاف آورد با خود به بار، واهمه چون دارد از یکتا نگار.